دکتر چی شد اصلا تصمیم گرفتید پزشک بشید؟ واقعیتش اینه که تصمیم نگرفتم که پزشک بشم. من خیلی به رشته‌های هنر علاقه داشتم. حالا توی مهندسی مثلا به رشته‌های طراحی صنعتی که فکر می‌کردم باید مکانیک رو دنبال کنم، یا معماری علاقه داشتم، یا کلا رشته‌های هنر رو خیلی علاقه داشتم. و اون موقع اینطوری بود که خانواده ها بر اساس استعدادی که بچه ها داشتن یا علایقی که خودشون داشتن تصمیم می گرفتن و من سوق داده شدم به سمت پزشکی. بیشتر به خاطر خانواده‌ام رفتم پزشکی، ولی بعد کم کم توی سالهایی که پزشکی عمومی خوندم به پزشکی علاقه‌مند شدم و قشنگی‌هاشو دیدم. به نظرتون قشنگترین بخش شغل پزشکی چیه؟ به نظر من قشنگترین بخش پزشکی این قسمتشه که یه نفر با یه حال ناخوشایند، حالا بنا به بیماری جسمی یا به خاطر پایین اومدن کیفیت زندگی، میاد پیش تو و تو بهش کمک میکنی که حالش بهتر بشه، کیفیت زندگیش بهتر بشه و زندگی رو قشنگتر و در صلح‌تر ببینه. سخت‌ترین لحظه‌ای که تو مسیر پزشک شدن داشتید چی بوده؟ من سخت‌ترین دوران پزشکیم دوره‌ای بود که برای طرح عمومی رفتم یه جای خیلی دوری از شهر. روزای خیلی، یعنی الان که بخوام یه رنگی بدم به اون روزا، واقعا رنگش به نظر من سیاه بود یا حداقل خاکستری تیره بود. یه جایی بود من باید صبحای خیلی زود، مثلا ساعت 5 صبح با مینیبوس میرفتم یه جایی، 4 ساعت توی مینیبوس بودم و خیلی کوهستانی، سرد، منم خیلی سرمایی. وسط مینیبوس یکی از این پیکنیک ها میذاشتن که آدما گرم بشن. بعضی وقتا جا نبود توی اون مینیبوس، مثلا یه چهارپایه برای من میذاشتن و من کل این 4 ساعت رو چهارپایه بودم. یه بار در هفته باید میرفتم یا بعض وقتا 2 بار در هفته. 2-3 روز اونجا بودم، برمیگشتم. توی این 2-3 روز اصلا تقریبا نمیتونستم بخوابم یا خیلی کم میتونستم بخوابم و خیلی جایی بود که آدماش خیلی دعوا میکردن، حالا با هم دعوا میکردن، یعنی زد و خورد خیلی داشتیم، تصادفی خیلی داشتیم. بعد می اومدن با پزشک دعوا میکردن. کلا آدمای خیلی تهاجمی و اگریسیوی بودن و من اونجا خیلی احساس ناامنی داشتم. این به نظرم تو دوره پزشکی من سخت ترین قسمت این بود، وگرنه دوره های سخت داشتیم، شب بیداری های زیاد داشتیم، درس خوندن های زیاد داشتیم، کار زیاد داشتیم. بعد از اون طرح عمومی، بعد از طرح عمومی طرح تخصصم رفتم 5 سال ساوه بودم. اون دوران با وجود اینکه سختی‌های خاص خودشو داشت، ولی برای من دوره سختی حساب نمی‌شد، دوره سیاهی حساب نمی‌شد، ولی دوره طرح عمومی من اصلا خاطرات خوب ندارم ازش. اگه دوباره برگردید به عقب باز هم همین مسیر رو انتخاب میکنید؟ الان میتونم بگم آره، ولی توی سالهایی که پزشکی خوندم سالهای زیادی بود که با خودم میگفتم اگه دوباره برگردم عقب پزشک نمیشم. ولی الان که خب ببینید من سال 81 از پزشکی عمومی فارغ التحصیل شدم. الان 20 و چند ساله که من پزشکم، هم تجربه زیادتری دارم، هم شرایطم به نسبت امن‌تر و استیبل‌تر شده. الان اگه برگردم و بدونم این مسیر جلوم خواهد بود، آره دوباره پزشکی رو انتخاب میکنم. پزشکی خیلی رشته قشنگ و با کیفیتیه، ولی خب سختم هست دیگه. به نظر شما مهمترین ویژگی یه پزشک خوب چیه؟ شاید بگم انصاف و همدلی. انصاف به این معنی که تو بخوای که برای مراجعه کنندت یا برای بیمارت جوری رفتار کنی که اگه تو مریض باشی دلت بخواد با تو رفتار کنن. اگه بخواید یه جمله به بیماراتون بگید اون جمله چیه؟ که دوستتون دارم. از دید شما روز پزشک یعنی چی؟
روز پزشکی یعنی که به نظر من، حالا بعضی وقتا میگن که برای قدردانی از پزشکاست اینا، ولی به نظر من مثل بقیه روزایی که نامگذاریش به این دلیله که آدما به پزشکا و به این رشته بیشتر فکر بکنن و به دغدغه های کسی که به خاطر پزشک شدن یه فاصله افتاده بینش با افراد عادی، افراد غیر پزشک، این فاصله ها کم بشه. یعنی که بدونید که پزشکم یه آدم عادیه مثل شما، با درد و رنجای خاص خودش، دغدغه های خاص خودش که خیلی شباهت داره با دغدغه کسایی که پزشک نیستن. خیلی وقتا فاصله‌ای که به خاطر یه رشته خاص بین آدما به وجود میاد باعث میشه که اون همدلی اتفاق نیفته و خیلی وقتا رو در روی هم قرار بگیرن. به نظر من مهمترین کارکرد روز پزشک میتونه این باشه. تو چه سالی وارد دانشگاه شدی؟ من سال 74 وارد دانشگاه شدم. من متولد 57م و 17 سالم بود که وارد دانشگاه شدم. همون سال اولی که کنکور دادم رتبه‌م هم خوب شد و وارد دانشگاه شدم و اولین انتخابم هم پزشکی اصفهان بود، چون که خودم اصفهانی ام. دبیرستان و یعنی دوران مدرسه‌ام اصفهان گذروندم و وارد پزشکی اصفهان شدم. برای تخصص دیگه اون موقع ازدواج کرده بودم و اومدم تهران. فارغ التحصیل تخصص از دانشگاه تهرانم. در مواجهه با بیمارهاتون چه وقتایی احساس شیرینی داشتی و چه وقتایی احساس تلخی؟ احساس تلخ و مواقعی معمولا تجربه میکنم که میخوام خبر بدی رو به مریضم بدم، مثل همه پزشکای دیگه. مثلا فرض کنید که چند وقت پیش بیماری داشتم که میخواستم بهش بگم که ملانوم داره. ملانوم یه جور سرطان خیلی بدخیم پوسته و خیلی احساس سخت و یه بغضی داشتم که بخوام این خبر رو به بیمار و همراهش اعلام بکنم. احساس شیرینم معمولا اون موقعی احساس شیرین دارم که یه بیماری سخت و صعب العلاج و اصطلاحاً، یعنی چیزی که خیلی به خاطرش مراجعه کردن این ور اون ور، سالها درگیر بودن و من تونستم براشون درمان بکنم. این وقتام بهترین احساسا رو تجربه میکنم. سلام، مینا ابراهیم پور هستم، دستیار خانم دکتر. 9 ساله که با خانم دکتر افتخار همکاری رو دارم که براشون کار میکنم و با مجموعه خوبشون که الان یه تعدادی از پرسنل و همکارای خیلی خوبی رو داریم، در کنار هم یه کلینیک خوب رو داریم برای شما عزیزان میسازیم که تشریف میارید اینجا و دوست داریم که اینجا آرامش داشته باشیم و بهترین خدمات رو بتونیم بهتون برسونیم. سلام، مینا ابراهیم پور هستم، دستیار خانم دکتر. 9 ساله که با خانم دکتر افتخار همکاری رو دارم که براشون کار میکنم و با مجموعه خوبشون که الان یه تعدادی از پرسنل و همکارای خیلی خوبی رو داریم، در کنار هم یه کلینیک خوب رو داریم برای شما عزیزان میسازیم که تشریف میارید اینجا و دوست داریم که اینجا آرامش داشته باشیم و بهترین خدمات رو بتونیم بهتون برسونیم. نظر من در مورد خانم دکتر اینه که خانم دکتر در وهله اول یک انسانه. انسان بودن خیلی مهمه. اینکه پزشک اگر که به کارش تعهد داشته باشه و به خدمتی که میرسونه تعهد داشته باشه، یکی از مهمترین از چیزایی هستش، ارزشایی هستش که یک دکتر میتونه برای مراجعه کنندش و زیباجوش داشته باشه. خانم دکتر توی حرفه خودشون یکی از بهترین پزشکان هستن و اینکه تمام تلاش ایشون اینه که به بیمارا و زیباجویانی که تشریف میارن اینجا بهترین خدمات رو برسونن. به ما هم همین رو حتما انتقال میدن که ما هم تمام سعیمون رو میکنیم که شما تشریف میارید اینجا بهترین خدمات رو به شما ارائه بدیم. نصیبه پوربایی هستم، مشاور خانم دکتر. 2 سال پیش خانم دکتر هستم. خانم دکتر در امر زیبایی و درمان بسیار قهارن و بسیار پزشک حرفه‌ای هستن.
سمیه خانگی هستم. 15 سال سابقه کار با دستگاه‌های لیزر رو دارم. من فکر میکنم هر اون چیزی که یک مطب زیبایی یا یک کلینیک زیبایی داره اینجا داره. دستگاه خیلی خوب که آمریکایی هستش و این دستگاه واقعا تضمینی هست. پزشک متخصص که با تجربه خیلی زیادی روی این دستگاه سالها کار کرده و اینکه متعهد بودن خانم دکتر به تک تک مریضاشون واقعا قابل تحسینه. سلام، من سمیرا هستم، مشغول به کار تو کلینیک خانم دکتر تمیزی‌فر هستم. کارای آپلود پرونده های زیباجوامون رو انجام میدم و اینکه خیلی خیلی خوشحالم از اینکه تو این کلینیک مشغول به کار هستم. خانم دکتر رو خیلی دوست دارم. کار کردن با خانم دکتر یکی از بهترین تجربه های کاری من بوده تا حالا. سلام، من سپیده مرادی هستم. من مدیر داخلی اینجا هستم و به یه سری اموراتی رسیدگی میکنم که هم پرسنلمون، هم خانم دکتر و هم مریضامون از کل مجموعه راضی باشن. نظر من راجع به خانم دکتر، به نظرم شبیه فرشته‌های بدون بالن یا خیلی شبیه اسمشونن، مثل گل، ظریف، پر از لطافت، پر از شادابی و با اینکه هر کسی که این گل رو بو میکنه یه حس خوبی میگیره. حالا خانم دکتر صدای شفا بخشی دارن، کلام شفا بخشی دارن و خودشون هم همینطورن. نه اینو من نمیگم، اینو همه پرسنلشون میگن، همه مریضاشون میگن، همه ما با هم یک صدا متفق القول همینو میگیم. سلام، سیما هستم، کوچکترین عضو اینجا. کار تولید محتوا و ادمینی انجام میدم و خیلی خوشحالم که کنار خانم دکتر دارم کار میکنم. ایشون عالی هستن. سلام، من نغمه هستم، منشی خانم دکتر. من اینجا تلفن‌ها رو پاسخ میدم و وقتدهی رو انجام میدم و خیلی خوشحالم که توی این محیط گرم و صمیمی هستم کنار خانم دکتر و بقیه پرسنل.